این قالین بافان از ولایت‌های مختلف افغانستان به استقبال مهمانان داخلی و خارجی صف بستند. هدف از برگزاری نمایشگاه بازاریابی و رشد صنعت قالین وطنی است. معاون سخنگوی امارت اسلامی میگوید که حکومت در تلاش است تا فرآورده‌های داخلی به ویژه صنعت قالین در کشور را پشتیبانی و تقویت کند. هرگاهی که در نمایشگاه‌های بین‌المللی قالین‌ها اشتراک کردیم، مقام‌های اول را گرفتیم، اما متاسفانه شاید میزان صادرات قالین‌های دستی ما به 100 میلیون دلار هم نرسد. آمارهای اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که امسال افغانستان 700,000 متر مربع قالین بیشتر از سال پار به بیرون از کشور صادر کرده است. مسئولان این اتاق از امارت اسلامی می‌خواهند تا مشکل قالین بافان و بازرگانان قالین را در بخش انرژی، بازاریابی و گرفتن ویزا برطرف سازد. امسال لیلا هم به خاطر تأمین امنیت در شهرها و در مشکلات ما تقریبا 1,088,495 متر مربع صادرات داریم. بیش از 1,000,000 نفر در روستاهای افغانستان مصروف قالین بافی اند. اتحادیه قالین بافان افغانستان میگوید که از این میان 90% آن بانوان هستند. 92% قالینایی که از طریق پاکستان صادر میشه خود تقریبا 60%شان خود تاجرای افغانی ما هستند که در اونجا صادرات دارن، شرکت دارن. واردات قالین‌های ایرانی و ترکی بازار قالین وطنی را کم رنگ ساخته است. برخی از قالین بافان نبود بازار را مشکل بنیادی صنعت قالین می‌دانند. پروازها بند از بازارها قدر مزیش نیست. انشالله در آینده خدا مهربان است. خانم‌ها چشم خود، دست خود، تمام وجود خود یعنی از دست میتن، حتی ناخونایشان از بین میره تا قالین تولید میکنن و نفع از این به مردهاست. قالین بافان از ولایت‌های مختلف افغانستان در اینجا فرآورده‌های خود را به نمایش گذاشتند. برخی از این قالین بافان میگویند که تمام زحمت بافت قالین را میکشند، اما بیشترین سود را پاکستان میبرد، زیرا بسیاری قالین‌های افغانستان به نام پاکستان به جهان صادر می شود. تمیم شهیر، طلوع نیوز، کابل.